جنوبی اشاره داشتیم به هر حال به پیشرفت‌های راداری که میتونه به هر حال ردیابی بکنه و مشخص بکنه که در واقع اونها در آب‌های ساحلی ما بودن یا در آب‌های ساحلی عراق بودن. فکر می‌کنم که انگلیسی‌ها چرا اصرار دارن که این همین موضوع رو به در واقع برعکس جلوه بدن؟ علتش این هست که اولا یه سابقه از این تجاوزات وجود داشته، کرارا این تکرار شده و یک بار هم وقتی اینا توقیف شدن اعضای گروه اومدن اقرار کردن که در آبهای ساحلی بوده. حتی مسئول نفر دوم سفارت هم امضا کرد که قبول کرد در آبهای ساحلی ما این کار صورت گرفته و تعهد کردن که دیگه تکرار نکنن. خب نمیخوان بپذیرن که این کار کردن. نکته دوم این است که اینها در این منطقه هم قرار دارن که به بهانه آبهای رسیدگی به این کشتی هایی که حالا میگن ما باید بازرسی کنیم، کشتی های مختلفی که به سمت عراق میره، عملا میخوان عرف کنن تجاوز به حاکمیت کشورهای دیگر رو. باید بدونن هزینه این ساده نیست، یعنی ایران کشور مهم نیست در منطقه و ما علاقه‌مندیم روابط دو جانبه معقول با همه کشورها داشته باشیم و قوانین بین‌المللی رو کاملا رعایت میکنیم. یک کشور مسئولیت پذیر هستیم، اما اجازه نمیدیم کسی به حاکمیت کشور تجاوز کنه. اگر کسی این کارو کرد باید بگه دلیلش چه بوده و منطقی ترین راه این بود که کشور بریتانیا بر اساس استدلال حقوقی و فنی ملاحظه میکرد و بعد میپذیرفت که کجا تخلف شده. منتها چون این کار رو نخواستن بکنن شروع کردن کار رسمی میکردن. این نتیجه نخواهد داشت. یعنی جمهوری اسلامی کشوری نیست که در مقابل هیاهو و اقدامات غیر متعارف حقوق ملت از صرف نظر کنه. لذا دو راه وجود داشت. یکی از طریق گفتگوهای دو جانبه این مسئله حل بشه که ما هم مقدماتش رو داشتیم فراهم میکردیم و یک راهش این رفتارهای درشتونی که دولت بریتانیا داره انجام میده، البته دورش هم به چشم خودشون خواهد رفت. اون مسئله باعث میشه که ما از طریق حقوقی این مسئله رو دنبال کنیم. خیلی چیز پیچیده نیست.